چندی پیش از آمیش ها براتون گفتم که این گرایش مسیحی از تکنولوژی جدید دوری میکنن، برق ندارن، نمیدونم تلفن استفاده نمیکنن و بیشتر جزو فعالیتاشون فعالیتای نجاری و کشاورزیه. امروز توفیق حاصل شد که بیایم تو قلب کنزاس سیتی و در کمال ناباوری توی تکنولوژی جدید، حتی روبروی دفتر تجاری یک منطقه شهری بین ماشین ها و نمیدونم مردم عادی یه دفعه یه ایرونی رو پیدا کنیم که اومده و یه مغازه زده و شما دوربر این مغازه رو تماما میبینی که سبزیجات، چای، نمیدونم چیزای طبیعی کشت کرده و مغازش در عین ناباوری فقط چیزایی رو داره که مال کشاورزی دهاتی واره به قول خودمون و تمام اطراف مغازش رو سبزیجات و نمیدونم پیازچه و کاهو و اینها، بچه کاهو که بعدها در میاد، خلاصه پیازچه از این چیزا کشت کرده. چاتون خالیه، حالا خیلی تا با چشم نبینید وسط تکنولوژی زمانه، اونم تو قلب آمریکا، باور کردنی نیست که چه صفایی داره. ناگهانی بیای ببینی همه چیز بومی، طبیعی، یادآور باغات و محیط بکر دهات خودمونه و کشت و زرع و چیزها شده دلگرمی بنده خدا. و البته جای شما خالیه که دعوتیم به کباب و اینم منقلمونه که داره با چوب طبیعی میسوزد و قراره چم چم بذاریم گوشت و نمیدونم مرغ رو بذاریم روی آتیشو به نیش بکشیم. جای شما را خالی خواهیم کرد. این هم بچه ها، یا بهتره بگم بزرگترها و کوچکترها که وقت پیدا کردن حالا از فرصت استفاده کنند و بازی کنند. این هم ساختمون مغازه که وسط یه چهارراه اصلی واقع شده و عرضه کننده تمام محصولات طبیعی آمیش هاست. آمیش ها همونطور که عرض کردم یه گرایش مسیحیه که معتقده همه چیز باید بر مبنای زمان مسیح باشه، با کالاسکه رفت آمد کرد، از تکنولوژی جدید استفاده نکرد، چرا که اینها همه باعث میشه انسان‌ها از معنویت دین و مسیحیت جدا بشن. خب حالا همزمان بریم توی مغازه. این هم دانا و این هم گوشت کباب شده، محصولات بکر، سبزیجات و فاطمه و این هم انواع بذر محصولات. They do it a lot in there, sitting on the grass. Yeah, we used to. Did we not? این هم نونهای ننه پز یا خونگی و کیک و شیرینی های خونگی که البته مغازه تازه افتتاح شده و هنوز
We have اینها هم electromagnetic fields in the world. سس و نمیدونم چیزایی که با چیپس میخورند و از این در اومدیم از اون در خارج بشیم و بریم ببینیم اوضاع کباب دست. چیزی داری رو آتیش؟ بفرما مرغ قربان شما قربان